خب سلام دوستان، امروز اومدم بازی فوتبال 2012 با بروز لسانی 2024 رو بهتون آموزش بدم و نصبش کنید. برای نصبش کافیه در کانال روبیکای من عضو بشید که لینکش اون بالا نوشته شد. عضو بشید، بعد این فایل رو دانلود کنید. این فایل رو که دانلود کردید بزنید ذخیره در دانلود ها، میذاریم تا اینجا 100 بشه، زده در حال بارگذاری. حالا شما نیاز به برنامه رار دارید. من وارد برنامه رار میشم. خب من وارد برنامه رار شدم. میرید و فایل دانلود رو پیدا میکنید. میزنم روش. اینجا این فایل رو که اونجا زدید ذخیره در دانلود ها، حالا من ازش 2 تا دارم. میزنم روش، اینجا یه فایل باز میشه. دوباره این فایل رو باز کنید. اینجا باید یه رمز بزنید. میزنید @امیر تیک. اینو که زدید تایید رو میزنید. اینجا باید استخراج بشه، میذاریم تا 100 بشه. خب داره 100 میشه. 100 شد. حالا اینجا نصب کننده بسته هست. الان زده نامشخص. بله این بازی هست.